در دوره تطبیق هدف چهارم ملی صنعت کنونی با سرعت مملکت، اعلان سالهای رشد صنعت و وسعت تدبیرهای سازندگی بخشیده به استقبال شایسته از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر باختر برای پیشرفت اقتصاد ملی و تأسیس جایهای نو کاری با ابتکار مقامات اجرایی حکومت دولتی و جلب صاحبکاران محلی، بنیاد 17 انشاءات نو استحصالی به نقشه گرفته شده تا امروز 16 عدد آن ساخته مورد استفاده قرار داده شده است. در شهر برای تامین رشد ساحه و دستگیری فعالیت صاحبکاری استحصالی در مساحت 6.9 گکتار منطقه صنعتی تأسیس یافته، در آن با استفاده از امتیازهای مقرر گردیده صاحبکاران 10 عدد کارخانه و کارگاه‌های استحصالی بنیاد نمودند که در آنها یکچند نامگوی محصولات صنعتی واردات عوض کننده و به صادرات نگرانیده شده استحصال کرده می شود. جهتی رسیدن به هدف اولی مملکت یعنی صنعت کنونی با سرعت کشور، تدبیرهای ضروری عملی گردیده. در این دوره طوری گفتن در 16 کارخانه نو به استفاده داده شد که توسط این زیاده از 10 نامگوی محصولات های صنعتی که اساساً به واردات عوض کننده می باشند براه مانده شد که البته برای غنی گردانیدن بازار شهر، قانع نمودن طلبات اهالی خیلی مساعدت ارزنده نمودند. از جمله در شهر باختر در طول 5 سال اخیر استحصال دوچرخه، جوراب، محصولات های مکرونی، کارکردهای شیر، مساله های ساختمانی، محصولات های دوزندگی گوناگون و یک قطار دیگر نامگوی محصولات ها براه مانده شدند که عین زمان توسط وارد نمودن تکنولوژی های نو معاصر در بازارهای نه تنها شهر بلکه حدود تمام جمهوری خریداران خود را پیدا نمودند. طبق نقشه چاره‌بینی مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی و عملی گشتن برنامه رشد ساحت تا سال 2026 در شهر باختر باید باز 4 کارخانه نوی صنعتی ساخته به استفاده داده شود که عین زمان کارها در این سمت با مرام ادامه دارد. رشد ساحه صنعت در پیشرفت وضع اقتصادی شهر مهم ارزیابی گردیده. با این مقصد سال از سال شماره انشاءات ساحه و حجم استحصال محصولات صنعتی زیاد کرده می شود. از جمله در 7 ماه سال روان استحصال مجموع محصولات صنعتی در شهر به 211.8 میلیون سومانی رسانیده شد که آن نسبت به همین دوره سال گذشته 34 میلیون سومانی زیاد بوده. سرعت افزایش 119% را تشکیل می دهد. شهر باختر یکی از شهرهای صنعتی مملکت بوده. عین زمان در آن 58 کارخانه و کارخانه های استحصالی به قید دولتی گرفته شدند که 91 نامگوی محصولات های گوناگون صنعتی سبک را استحصال می نمایند. باعث خوشنودی و سرفرازی است که توسط سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت رشد تمام ساحه ها رو به انکشاف نهاده است. از جمله در شهر باختر نیز ساحه صنعت سال از سال رشد یافته. تنها در 7 ماه سال جاری در کارخانه های صنعتی شهر با مبلغ زیاده از 211 میلیون سومانی محصولات های صنعتی استحصال کردند که نسبت به همین دوره سال گذشته 34 میلیون سومانی زیاد بوده. سرعت افزایش ساحه به 119% رسانیده شده است. در سالهای استقلالیت دولتی شماره کارخانه‌های صنعتی در شهر باختر از 16 به 58 عدد یا خود 36 برابر و نامگوی محصولات از 25 به 91 نامگوی رسانیده شده. تعداد کارگران در انشاءات ساحه باشد از 250 به 1300 نفر و یا 5 برابر افزایش یافته است. از شماره کارخانه‌های صنعتی فعالیت 21 عدد آن به استحصال محصولات خوراکواری، 12 عدد به استحصال محصولات ساختمانی، 3 عدد به کارکرد پخته، 10 عدد به استحصال مواد شستشویی، ترانسفرماتور، دوچرخه و دیگر نامگوی محصولات نگرانیده شده. همزمان در 12 کارخانه و کارگاه استحصال محصولات دوزندگی به راه مانده شده است. تا آخر سال جاری به استفاده دادن باز 3 کارخانه دیگر به نقشه گرفته شده است که توسط این زیاده از 80 جایهای نوی کاری فراهم خواهد آمد. در برابر این عین زمان کارها وابسته به
تهیه برنامه رشد اجتماعی اقتصادی شهر بختر برای سالهای 2025-2030 جریان دارد که در آن نیز زیاده از 8 بند به ساحه صنعت نگرانیده شده است. مبلغ زیاده از 80 میلیون سومانی که آن نیز به استفاده دادن 7 کارخانه نوی صنعتی را پیش بینی می‌نماید. در کارخانه جمعیت دارای مسئولیت محدود درز و کوتا گلوبال شهر بختر در برابر اجرای دیگر فرمایش‌ها طول چند سال است که سر و لباس یگانه مکتبی نیز استحصال کرده می شود. در کارخانه‌های مذکور برای تولید محصولات با طلبات بازار رقابت‌پذیر دستگاه و تجهیزات معاصر وصل و نصب گردیده در برابر کارگران و متخصصان صاحب تجربه، زنان و مادران و جوان دختران محلی جلب شده‌اند. امسال با 9 مؤسسه تعلیمی شهر بختر ما همکاری داریم. بغیر از این کارخانه با دوخت لباس‌های نظامی مشغول می باشد. چی فرمایشی که از طرف میزوجان شود، کارخانه اقتدار پورا دارد که فرمایش رو در وقت معین با صفت بلند تامین نماید. اقتدار لایحه‌ای کارخانه اگر خیال گیریم زیاده از 100,000 جفت لباس را در بر میگیرد. عین حال در کارخانه بانوان و زنهای خانه‌نشین با کار دائمی تامین می باشند. تجهیزات های کارخانه اصلا تجهیزات های نوی زمانوی بوده از جمهوری مردمی چین و دولت کره آورده شده است. طور گفته شد در این کارخانه‌های صنعتی برای دوخت شینم سر و لباس یگانه مکتبی به صفت متا اهمیت اولین درجه ظاهر کرده می شود. عین زمان در کارخانه کوتا گلوبال شهر بیش از 100 نفر زنان و جوان دختران با آماده کردن سر و لباس یگانه مکتبی مشغول می باشند. فعلا در شهر بختر دهها کارخانه‌های دوزندگی فعالیت نموده برای خوانندگان تمام مؤسسه‌های تعلیمی حدود شهر لباس یگانه مکتبی را دوخته و پیشنهاد می نمایند. ما زنها و مادران در کار دوزندگی فعالیت داریم. از کار خود منت داریم. زیاده از 50 نفر زنهای جوان دوزنده های بهترین کار و فعالیت میکنند. ما فرم یگانه مکتبی تیار کرده ایستادیم. کرونا که در دولت تنجی و امانی زندگی داریم. منتداری خود را به سرور دولت محترم جناب عالی میرسانیم که به ما همه زنها و مادران چنین شرایط‌ها فراوان کردند. ما بانوان از اون خرسندیم که در شهر بختر چنین کارخانه‌های دوزندگی برای زنها، مادران، دختران فعالیت می‌کند که ما در اینجا کار و فعالیت کرده ایستاده از این معاش اینجا ما زندگی خود را خوب پیش میبریم. وابسته از فرمایش میزوجان ما با اونها لباسی با اونها موافق را با صفت بلند پیشنهاد میکنیم. باید گفت که کارخانه‌های دوزندگی که در شهر بختر فعالیت می‌کنند تنها در اساس شرطنامه طرفین به خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی لباس‌های شینم و زیبای مکتبی را آماده می‌کنند. همین است که سال از سال شرطنامه طرفین با سیخ‌های استحصالی بیشتر می‌گردد. در دوره آمادگی‌ها به سال نوی تحصیل 25 و 26 نیز تدبیرهای ضروری اندیشیده شده. تا امروز از جانب کارخانه‌های صنعتی زیاده است 60,000 سر و لباس مکتبی استحصال کرده شده. زیاده از 60% آنها تا امروز از جانب والدان مؤسسه‌های تعلیمی خریداری کرده شدند. قید کردن ضرور است که کارخانه‌های دوزندگی شهر بختر اقتدار نه تنها مؤسسه‌های تعلیمی حدود شهر بلکه مؤسسه‌های تعلیمی حدود دیگر منطقه شهر و ناحیه‌های ولایت را نیز تامین نمودن با لباس‌های خوش صفت مکتبی دارا می‌باشند. تامین زندگی شایسته مردم هدف اساسی حکومت جمهوری تاجیکستان محسوب یافته بهر عملی سازی آن منتظم نقشه و برنامه‌های هدفمندانه عملی کرده می‌شوند. سالهای 2022-2026 اعلان گردیدن سالهای رشد صنعت در رشد منبع مملکت حل مسئله‌های اجتماعی و اقتصادی و تامین نمودن اجرای هدف‌های استراتژی ملی از جمله روند صنعت‌کنانی با سرعت کشور اهمیت بزرگ دارد. سهم صاحبکاران نیز خیلی ارزیابی می‌گردد که در این دوره در برابر آنی که صاحبکاران شهر برای زیاده از طول 5 سال اخیر برای زیاده از 300 نفر شهروندان شهر بختر جایهای کاری دائمی
бо музди меҳнати баланд ва хӯроки гарм таъмин намуда истоданд ки тавассути ин шумораи муҳоҷирони меҳнатие ки ба хориҷа ба муҳоҷират мераванд дар шаҳри Бухтар коҳиш ёфтааст ки албатта ин саҳми соҳибкорон аст. дар ҳамин замина раванди саноаткунонӣ бо суръати кишвар имкон медиҳад ки бо таъсиси иқтидорҳои нави истеҳсолӣ коркарди ниҳоии маҳсулоти хоми ватанӣ ба роҳ монда шуда таъмини бозори худӣ бо маҳсулоти воридотивазкунанда ва ба содирот нигаронидашуда таъмин шуда ҳамзамон ҷойҳои нави корӣ муҳайё гардад. худододи раҷаб, фахриддини карим, тоири бобо, манучери одина барои барномаи ахбор.